could should would. آقا این ستا رو اشتباه نکنی، یه بار برای همیشه. would برای موقعیت فرضی به کار میره. مثلا میخوام بگم که اگر $1,000,000 داشتم، دارم فرض میکنم دیگه. If I had $1,000,000 یه خونه میخریدم. این میخریدم رو با would باید بگم به همین سادگی. I would buy a house. بریم سراغ should. should یعنی باید، منتها یه توصیه است. مثلا میگم که آقا تو باید انگلیسی یاد بگیری، یه توصیه است. You should learn English. بریم سراغ could. دو تا کاربرد خیلی مهم داره. اولیش گذشته کن یا همون توانستنه. مثلا میخوام بگم که من قبلا میتونستم، الان نمیتونم. I could jump high 10 years ago. 10 سال پیش میتونستم بلند بپرم. کاربرد دومش هم راجع به احتمالاته. مثلا میگم که آقا ممکنه 10 سال طول بکشه. It could take 10 years. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. حالا تو کامنت کن تو باید سخت کار کنی. یه توصیه است و حواست باشه، حتما برام کامنت کن، برات چکش میکنم. برای مشاوره و تعیین سطح رایگان تلفنی فقط کافیه شماره تماس و اسم کامل رو توی دایرکت برام ارسال کنی. فینیش.